دوستای عزیزم سلام. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتون هستم. در ادامه مباحث اسکلتی اندام فوقانی این جلسه میخوایم در مورد استخوان بازو یا هومروس با هم دیگه صحبت بکنیم. خب تا اینجای کار ما کمربند شانه‌ای رو گفتیم، استخوان کلاویکل و استخوان اسکاپولا رو خدمتتون توضیح دادیم. در ادامه مباحث اندام فوقانی میرسیم به استخوان هومروس. استخوان هومروس یا استخوان بازو بلندترین استخوان اندام فوقانی هستش. خب برای جایگذاری این استخوان ببینید این استخوان دو تا انتها داره. یک انتهای گرد که به سمت بالا میگیریم و یک انتهای پهن که به سمت پایین میگیریم. وقتی که انتهای گردش رو به سمت بالا میگیریم این سر گردش باید به سمت داخل نگاه بکنه، یعنی اینجا. همچنین این استخوان روی در واقع قسمت قدامی خودش یه ناودانی به این شکل در اینجا داره که این ناودان باید به روبرو نگاه بکنه. در نمای فوقانی استخوان سر گردش رو میبینیم که این سر با مفصل گلنوید مفصل میشه، که این سر با حفره گلنوید مفصل میشه. دور سر یک گردنی رو ما داریم در اینجا، به این میگن آناتومیکال نک یا گردن آناتومیکی. پایین تر از اون دو تا برجستگی میبینیم، یکی این برجستگی و یکی این برجستگی. به این که کوچیک‌تره میگن لسر توبروزیتی یا لسر توبرکل و به این که بزرگتره میگن گریتر توبروزیتی یا گریتر توبرکل و بین اونها یک ناودانی قرار داره که گفتیم از این ناودان برای جایگذاری استخوان هم استفاده کردیم که به این ناودان میگن اینتر توبرکولار گروو. به این برجستگی کوچیک استخوان لسر توبرکل یا لسر توبروزیتی عضله سابسکاپولاریس متصل میشه و به برجستگی بزرگ یا گریتر توبروزیتی یا گریتر توبرکل سه تا عضله متصل میشن. با اختصار سیت میتونین اینها رو یاد بگیرین: سوپرا اسپیناتوس، اینفرا اسپیناتوس و ترس مینور بهشون متصل میشن که اختصارا بهشون میگیم سیت. پایین تر از تمام مواردی که گفتم تقریبا در این قسمت های استخوان ما گردن جراحی استخوان رو داریم. گردن جراحی استخوان از لحاظ بالینی اهمیت زیادی داره، چرا که در مجاورت این گردن جراحی عصب آگزیلاری عبور میکنه. عصب آگزیلاری به دو تا عضله عصب رسانی میکنه، یکی عضله دلتوید و یکی عضله ترس مینور. اگر استخوان از این قسمت دچار شکستگی بشه عصب آگزیلاری دچار آسیب میشه و ممکنه عضلات دلتوید و ترس مینور دچار مشکلات یا فلج بشن. خب قسمت تنه استخوان در اینجای برجستگی میبینیم که این برجستگی اسمش هست دلتوید توبرکل که عضله دلتوید به این برجستگی متصل میشه. از نمای خلفی در پشت استخوان یک ناودانی میبینیم که حالا اینجا خوب نشون نداده تقریبا اینجاها، که بهش میگن رادیال گروو. چرا میگن رادیال گروو؟ چون که عصب رادیال از اینجا عبور میکنه به علاوه شریان عمقی بازویی. عصب رادیال در مجاورت مستقیم با تنه استخوان قرار میگیره و اگر استخوان از این ناحیه دچار شکستگی بشه عصب رادیال هم میتونه آسیب ببینه. این ناودانی که خدمتتون عرض کردم در اینجا در انتهای فوقانی بین گریتر و لسر توبروزیتی قرار داشت، به کف این ناودان از عضله لاتیسموس دورسی متصل میشه، به لبه داخلیش عضله ترس ماژور و به لبه خارجیش عضله پکتورالیس ماژور متصل میشه. خب
خب میرسیم به انتهای تحتانی استخوان. انتهای تحتانی استخوان از نمای قدامی دارای 2 تا کندیل و 2 تا اپیکندیله. این کندیلی که سمت داخل قرار میگیره بهش میگن قرقره یا تروکلئا و اینی که سمت خارج قرار میگیره به اسم کپیتولوم شناخته میشه. این مدیال اپیکندیله و این لترال اپیکندیل هستش. از پشت مدیال اپیکندیل یعنی از پشت این قسمت عصب اولنار عبور میکنه که اگر استخوان از این قسمت دچار شکستگی یا آسیب بشه عصب اولنار درگیر میشه. این قسمت تروکلئا و این قسمت کپیتولوم که نام بردم توی مفصل آرنج شرکت میکنن و بالای اونها یعنی در اینجا و اینجا ما 2 تا حفره میبینیم. حفره‌ای که بالای تروکلئا قرار میگیره چون قسمت کرونوید پروسس استخوان اولنا در اینجا قرار میگیره به اسم کرونوید فوسا شناخته میشه و اونی که بالای کپیتولوم قرار میگیره چون سر رادیوس درش قرار میگیره به اسم رادیال فوسا شناخته میشه. قرار گرفتن این 2 قسمت توی این حفره ها در واقع منوط هستش به این که ما در واقع ساعد خودمون رو به فلکشن ببریم. وقتی ساعد به فلکشن میره این 2 قسمت در این حفره ها قرار میگیرن و اگر این حفره ها نبودن ما نمیتونستیم که عمل فلکشنمون رو خیلی راحت انجام بدیم. این قسمت تروکلئا که گفتم قسمت تروکلئا یک تروکلئا فوسایی هم با توی استخوان اولنا داریم که با اینجا مفصل میشه. کپیتولوم هم که برای سر استخوان رادیوس هستش. از نمای خلفی اما ما همون تروکلئا رو در ادامه میبینیم اما دیگه کپیتولوم رو ما از نمای خلفی نداریم. یعنی توی این قسمت این برجستگی که میبینین همون تروکلئا هستش که به سمت خلف هم ادامه پیدا کرده. بالای تروکلئا هم یه حفره‌ای میبینین که بهش میگن اولکرانون فوسا. اولکرانون فوسا هم محل قرارگیری یک قسمتی از استخوان اولنا به اسم اولکرانون پروسس هستش. وقتی که ما ساعدمون رو به اکستنشن میبریم قسمت اولکرانون استخوان اولنا توی اولکرانون فوسا قرار میگیره. این بود از کلیاتی از استخوان هومروس یا استخوان بازو. من سعی کردم که نکات مهم رو خدمتتون عرض بکنم. اگر سوالی یا مطلبی هست که دوست دارید با هم دیگه تبادل نظر بکنید خیلی خوشحال میشم توی کامنت ها برای من بنویسین. ممنون که تا اینجای کار همراه من بودین. خدایا رو نگهدارتون.